در تاجیکستان میوه‌هایی که در خود کشور پرورش می‌یابند خیلی قیمت شدند. از آغاز سال نرخ انگور و شفتالو، انجیر و آلو بیش از 2 برابر بالا رفت. امروز در بازارهای دوشنبه 1 کیلو انگور تر و تازه با نرخ از 20 تا 50 سومونی، انجیر از 30 تا 40 سومونی و آلو از 20 تا 30 سومونی فروخته می شود. سیب و ناک به حساب میانه 30% قیمت شده. امروز نرخ آنها وابسته به نوع و صفت از 10 تا 25 سومونی را تشکیل می دهند. گرانی انگور وابسته به عاقبت‌های سردی ماه ینور برای تاکزارهای تاجیکستان مانع می شود. از همه بیشتر تاکزارهای وادی ایثار آسیب دیدند. مقامات شهر ترسانزاده خبر دادند که امسال همگی 15% حجم عمومی حاصل سال گذشته را به دست آورده می توانند. سرما بیشتر به درختان انجیر، خرما و انار نیز تأثیر منفی رسانیده، حاصل از آنها خیلی کم می شود. کارشناسان بالاروی نرخ میوه‌های دیگر را در گرانشوی خدمت رسانی تجهیزات کارکرد و واسطه های نقلیات، مواد کیمیاوی برای مبارزه با حشرات‌های ضرر رسان و اینچنین نرخگذاری زیاد فروشندگان محصولات کشاورزی که آن را از دهقانان می‌خرند شرح می‌دهند. بنا به معلومات اگنتی آمار کشور، استحصال میوه در سال جاری نسبت به همین دوره سال گذشته 1.5 برابر افزوده، زیاده از 300,000 تن را تشکیل داده است. بغیر از زردآلو خرید دیگر یگان میوه به خارج کشور صادر نشده است. اما صرف نظر از این بالاروی نرخ قریب به همه میوه‌ها به مشاهده میرسد. در ظرف 7 ماه سال روان در تاجیکستان بیش از 2 میلیون تن سبزیجات و پولیزی‌ها پرورش یافته است. طبق معلومات اگنتی آمار، حجم استحصال سبزیجات در مقایسه با همین دوره سال 2022 به اندازه 7.4% و پولیزی‌ها 15% افزود. لیکن نه تنها حجم آنها زیاد می شود بلکه نرخشان هم بالا می رود. به این طریق از آغاز سال سبزی و کرم بیش از 2 برابر قیمت شده. نرخ کارتوشک 40% و برنج 47% بالا رفت. در همین حال نرخ پیاز و پمیدور، بودرینگ و قلمفور در مقایسه با اول سال پایین رفته است. بر اثر گرمی شدید زراعت‌های از قبیل سبزی، لبلبو، گشت نیز همه نوع‌های کرم در دوره میانه ماه‌های اپریل ماه کش شده بودند، حاصل پیش بینی شده را دادند. قابل ذکر است که سال 2021 نرخ سبزی به سطح رکوردی 10 سومونی برابر 1 کیلو رسیده. سال 2022 تا 2 سومون پایین رفت و امسال وضع 2 سال پیش تکرار می‌یابد. امروز نرخ 1 کیلو سبزی نه کمتر از 7 سومونی است. غیر از این همه نوع‌های برنج استحصال محلی خیلی قیمت شدند. امروز 1 کیلو برنج نوی یوبیلین 21-25 سومونی، دیو زیره 25-28 سومونی، لازر 28-30 سومونی نرخ دارند.